با درود به علاقمندان هنر خوشنویسی، چند تا نکته بسیار مهم و حائز اهمیت هست که من لازم دونستم اونها رو توضیح بدم. نکته اول نوع نشستن ما روی میز یا روی زمین هست که خیلی مهمه. شکل بالاتنه ما و از اندازه و به اصطلاح ارتفاع صندلی ما باید جوری باشه که زیر دست ما، زیر آرنج ما در حقیقت روی میز قرار بگیره و خود بدن، خود نیمتنه بالای بدن ما باید کاملا صاف باشه و اگر نیاز بود که شما به سمت میز برید باید کل در حقیقت بالاتنتون رو به سمت میز ببرید، نه اینکه قوز بکنید و شکل بدنتون به هم بخوره. نکته دوم و خیلی مهمتر شکل دست و سر ما هست که باز روی میز یا روی زمین که میخوایم بنویسیم بسیار مهمه. دست ما از حالت بازو و آرنج تا مچ باید یک زاویه 90 درجه داشته باشه و همونطور که گفتم به اصطلاح روی میز قرار بگیره. سر ما نسبت به جایی که می‌نویسیم اگر مثل این میز کاملا تخت باشه میتونیم یه ذره بیایم جلو و صورت ما تا میز باید حدود نیم متر یا 50 سانت فاصله داشته باشه و اگر زیر دستی داریم و قسمت تکیهگاه صفحه ما شیبدار هست بازم میتونیم با خودمون و بال نیم تنمون رو با اون صفحه تنظیم بکنیم. و نکته سوم که بازم خیلی مهمه شکل دست گرفتن قلمه و نحوه استفاده از اون و شکل انگشتان ما. همونجور که در تصویر میبینید من قلم رو بین این سه تا انگشتم قرار دادم و وقتی که دستمو میارم پایین روی صفحه یه همچه شکلی رو پیدا میکنه. فاصله نوک قلم ما تا صفحه باید حدود نیم سانت باشه، نه خیلی نه باید بیشتر باشه چون اگر بیشتر باشه به صفحه میچسبه و نه خیلی کمتر باشه چون اگر باشه شما باید دستتون و انگشتانتون رو در حقیقت زاویه‌شو به هم بزنید و این باعث میشه که نوشتن شما تحت تاثیر قرار بگیره و خوشنویسی رو خوب انجام ندین. شکل انگشتانم توضیح بدم این که این سه تا انگشت ما که خیلی مهم هستن، انگشت شست، انگشت اشاره یا سبابه و انگشت دوم هست. اگر من دستم باز بکنم همونجور که میبینی قلم روی انگشت دوم من که حالت تکیهگاه داره می ایسته و این دوتا انگشت شست و انگشت اشاره قلم رو برای چرخوندن توی خودشون استفاده میکنن و این سه تا انگشت در حقیقت روبروی هم قرار میگیرن و روی صفحه همونجور که گفتم به فاصله نیم سانت و ما شروع میکنیم به نوشتن. فرم بدن ما باید کاملا روبروی اون صفحه باشه، نباید حالت 45 درجه یا خوابیده یا شکل‌های دیگه پیدا بکنیم. همه اینها باعث خراب شدن فرم خط ما میشه و این نکته‌هایی که گفتم در آخر بگم که به تمام خوشنویسی و تمام در حقیقت خطوط مختلف و حتی خط تحریری میتونه ارتباط داشته باشه و تأثیر داشته باشه. تشکر از توجهتون.